به نام الله که بخشاینده و با رحمت است. حرمتگزاران حریم الهی در باغ‌ها و چشمه‌سارها هستند. آنچه را پروردگارشان داده است دریافت کردند، زیرا آنها قبل از این نیکوکار بودند و اندکی از شب را می‌خوابیدند و سحرها در حال استغفار بودند و در اموالشان برای سائل و محروم حقی بود که ادا کردند. در زمین نشانه‌هایی برای اهل یقین وجود دارد، همچنین در درونتان آیا نمی‌بینید؟ رزق شما و آنچه به شما وعده داده شده است در آسمان است. پس قسم به پروردگار آسمان و زمین که این مطلب حق است، آنچنان که سخن میگویید آن نیز محقق است. به نام الله که بخشاینده و با رحمت است. حرمتگزاران حریم الهی در باغ‌ها و چشمه‌سارها هستند. آنچه را پروردگارشان داده است دریافت کردند، زیرا آنها قبل از این نیکوکار بودند و اندکی از شب را می‌خوابیدند و سحرها در حال استغفار بودند و در اموالشان برای سائل و محروم حقی بود که ادا کردند. در زمین نشانه‌هایی برای اهل یقین وجود دارد، همچنین در درونتان آیا نمی‌بینید؟ رزق شما و آنچه به شما وعده داده شده است در آسمان است. پس قسم به پروردگار آسمان و زمین که این مطلب حق است، آنچنان که سخن میگویید آن نیز محقق است.